مرکز مطبوعات خدمات امنیت دولتی ازبکستان روز 3 مارس سال 2023 خبر داد که کارمندان اداره این نهاد در ولایت سمرقند یکجا با مرزبانان از یک کوشش قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر توسط مرز تاجیکستان با ازبکستان پیشگیری کردند. بنا به اطلاع رسمی، یک ساکن 26 ساله نویه اورگوت در مرز این نویه با تاجیکستان 19 کیلو و 799 گرم مواد مخدر نوع افیون یافت و مصادره کردند. نویه اورگوت ولایت سمرقند ازبکستان با جماعت‌های اطراف شهر پنجکند ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز می باشد. در این قسمت مرز برای روای مردم گذرگاه جرتیپه و سرز فعالیت دارد. در ویدیو نشر شده دیده می شود که یک مرد با خلطه پر از مواد مخدر تلاش داشت که مرز را در یک مکان پرسنگ کم آدم عبور کند، ولی افراد لباس حربی در تن او را در روی سنگ ها به زمین افکنده به پشت خواباندند و دستهایش را توپ داده بستند. نسبت به این ساکن اورگوت بر اساس دو بند کودکس جنایتی ازبکستان ماده 246 قاچاق و 273 معاملات غیر قانونی مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. بر اساس هر دو بند قانون به او همچون جزا از 10 تا 20 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران از جمله با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود.